آبیو همون بس بزرگه. آبیو سلام تو. سلام دوستان عزیز، اومدیم با یه پارت دیگه از این ویدیو. پارت 2 این ویدیوه که ما میخوایم بذاریم. پارت های زیادی داره این ویدیو. اگر اونورم خسته نشید، چون اگر خسته بشید همش از این حرفای کیانه که خسته میشید. بابا چه بگی؟ خیلی خوب آبیو بیا کندکاری کن. کندکاری کجا بکنم؟ یا اینجا کندکاری بکن. مگر من خیلم. آره دیگه. بلا کاف کواز نداریم. خدا شکرم که نداریم. دوستان دیگه میخوایم بریم طبقه 2 رو شروع بکنیم. بس انقدر پله گذاشت. طبقه 2 میخوام طبقه 1 رو تازه شروع بکنم. دوستان اولیه حرکات. دوستان الان چی کار داری میکنی تو؟ آره معلومه دارم میبینمت داری میسازی خونمو. داده من میخوام خودم بسازم. نکن اما کمکتو نیاز داشتم میومم پیشت میگم کمک. میدونی سروایول کنی چی کارت میکنم دیگه؟ سروایول کنی چی کار میکنم دیگه؟ سنت خودت بیشترشو خودم انجام دادم، ولی بازم تو همون یه ذره‌ای که براش وقت گذاشتیم میره به باد. تو بیشتر وقت گذاشتم. پس کل تو میره به باد و این منو خوشحال تر میکنه. کل منو بده به اون و تو واقعیت دور میدم. بابا اسم اینا چی بذاری؟ اسم این سری ویدیو اسمشو بذاریم پارت 2 قصر جنگجالی. قصر جنگجالی مگه عشق ابدیه؟ چی میگی تو؟ قصر جنگجالی یا قصر میتونیم بذاریم قصر در حال ساخت. قصر جنگجالی ها مگه عشق ابدیه تو؟ قصر 15 تا خوبه. دوستان ما همه این امکانات رو برای مشتریامون میذاریم و اگر دوست داشتیم میتونید بیاد به این ویدیو. کار تبلیغاتی تلویزیون هم میکنیم. ما هر کاری بگیم میکنیم داخل هتل. مگه صدا سیماه؟ آیا چی از خودت چطور پیدا میکنی؟ از شبکه خبر زده میخوام با هم بزنم. خبر 2 که احتمال زیاد بعد از ما که شهید بشیم یه شبکه خبر هم میاد. تو شهید بشی دست در نکن. خدا بخوام یعنی تو مصرف شهیدت. نه من نمیخوام شهید شم. بعد آخرش قرار شد یه دوئل هم با هم بریم. آره دیگه اون دوئل هم فیلمشو میگیریم بسیار جذاب. پارت بعدی که نه، پارت 3 این احتمال زیاد باشه. پارت 2 دیگه، پارت بعدیش میشه 3. پارت بعدی 3 این میخواد باشه، نه اینکه پارت 1 اونو که میخوایم همدیگر بزنیم که پاره کنیم باشه. پارت 3 وقتی هتل ها رو تموم کردیم، هتل ها که این پارت 2 تموم نمیکنیم که به نظر من تو 4 پارت طول میکشه. آره دیگه بعد هتل ها که با تموم بکنیم آبیو به نظرم چون مردا کمترن میخوای تو چیزتو کوچیک‌تر بکن. برای چی؟ مردا من مگه دیوونم؟ آخه تو حتما میخوای 6 واحدی باشه. من 6 واحدی چیه؟ من میخوام 3 واحد داشته. 3 واحد خب میتونی 2 طبقهش درست کنی. 3 واحد بزرگم یعنی میشه 3 طبقه. خب دیگه 3 طبقه میشه 6 واحد دیگه. نه دیگه نکن هر طبقه اول کلا فقط بلیطگیریه. آفرین
خب طبقه دوم 4 تا میمونه. آره، چهار من فکر تا نمی کردم تو بخوای اونو حساب بکنی که 4 تا واحد میمونه. 4 تا واحد که نه، میخوام 6 واحد بشه، پس یعنی میخوام 4 تا طبقه ما داریم دیگه. بس من میخوام بکنی تو هم مگه 4 طبقه آره دیمال من 4 تایی دیگه. و خونه رو ببین تو فقط. چرا با خونه تو ببینم من فقط؟ با تو نیستم، با اونایی هم که دارن ویدیوی منو نگاه میکنن. ویدیوی تو جسد نشد. یا من خیلی فقط شوخی کنیم شما من اونایی که میدونم از من که شوخی کن نیستی، مردم رو من فقط میخندونم. بابا خنده داد نکشی جموی نکشی جموی. حتما یه ویدیو هم میذاریم که ببینیم کی خنده دارتره. داخل کام سرکردن خندی بذاری ها پات 240,000 بارو دیگه. دقیقا کردی همه سرکردن خندی بالای 100 تا قسمت دارن و تموم هم نمیشن، همش ادامه میاد. خب من اتاقامو صورتی درست میکنم چون دخترم صورتی دوست دارم. آخه عزیزم، آخه چند تا کتاب خونه میذارم. آخه عزیزم. بابا صدا شبیه نهنگ عمه. هرچه صدای خودم رو شبیه نهنگ عمه، ولی صدای این خود نهنگ عمه متاسفانه. عزیزم صدا شبیه هوشنگه. شبیه سوسن پرورم میشه یکم دیگه ادامه بدم. سوسن پرور حتما میخوای ببینی کی هست. میدونم چیه تو جوکرم بوده. حالا اون چه گناهی کرده که الان باید پس بگیم. خب چه گناهی کرده؟ دوست داشتم جوکر بنده بشه نشده. اینم از گناهش. خب اینو اینجا بذاریم. خب نیاز به یه چیز دیگه بس اصلا اول شد رفت سمت جوکر سوسن پرور و بازیکن صدا اصلا خک بخنده. الان میخوای بری سمت صداتون رو. صدا تو هم مگه دیدی؟ فقط تو دیدی. من فصل 2 قسمت 10شم. دوستان راستی یه سریال هم میخوام بهتون معرفی کنم که فقط فوتبالیا ببینن، فقط فوتبالیا اینو ببینن. سریال تود لاسو اگرم دیدین که 100 تا فوش احتمال زیاد برای من می‌نویسین چون فوتبالیا تیر حتما اونا رو دیدن. چه جالب. تموم شد؟ آره 3 فصل فیلمش و 3 فصلی که فصل اولش 10 قسمته، فصل دوم 12 قسمت و فصل سوم 12 قسمت. تموم شد؟ نشد. تموم. خب بگو. شما اگر مثلا میتونید تو یه روز اگر کلی 3 روزتون رو باید وقت بذارین تا کل این فیلم رو تموم بکنین و 3 روز خیلی کمه برای فیلم 3 فصلی. خودم یه فصلم شاید نتونم ببینم. آره خیلی تاثیر گذار بود. حالا میخوای وای تو چقدر زردی. بچه ها به اتاقایی که میسازیم نمونه بدیم. من فقط چون دیوارم از آجوره آره بده و یعنی که من دیوارم خیلی خوشته. خودش دزد اینجا عشق نمیکنه. خودش دزد اینجا عشق میکنه. داخل خونه من دزد عشق میکنه. استخر از نمیدونم چی بود بلاکشکیان، استخر از دایمند، این از اتاقا از دایمند دزد اینجا فقط عشق میکنه. بعد راستی شما روکشو ببینید، طلا، دایمند و این سبزا که یادم رفت اسمشون چی بودن. آره. خودش عشق نمیکنه. دوست الان تو به فکر دوستی نکنه خودت هم دوست میخوای بشی. درد خوب دوست کمک. خیلی هم خنده دار نبود مگه نه دوستان؟ Oh my god. وای دلم خواست. خب و با یک دوست دلغک اینجا تشریف داریم ما.
من نمیذارم سکوت که کامل بمونه. الله اکبر خمینی رهبر. شیمون شدم صدا شبیه سریانه. کی زنگ زد؟ ای بابا من با ویدیو استوب کنم. استوب کن تا دیگه دوستان این استوب کرد، من استوب میکنم ویدیو ما دوباره میگیریم.